امید پس کن نه نه اما بلندگوی ما شما را مایک اونا بردن اگه شما خیلی آرام باشین ما مجبور نمیشه که چیز بکنیم اگر گلون ما تیم قهرمان تیمی که برنده شده جدیترین حرکت باید بیشه که کپا نکنیم فضل خدا و رحمت خداوند یعنی مسابقه امروز ما شما با تمام کارهایی که کارت سرخ شد و پینالتی شد بالاخره اما یکی از دوستای خود استاد صافیست که میگه دو سنگه که با هم بزنی یکیش مشکنه بالاخره برد و باخت شما برنده شدید ما ایره برای شما تبریک میگیم زحمت کشیدید خدا براتون تبریک کنه و از طرف ما برای شما کاملا مستحق بودین گرفتید همچنان تیم مقابلتان شما دل سرد نباشین شما هم فوتبال کردین بهترین فوتبال کردین تیم شناخته شده است در مسابقات بعدی خاطر از اینکه وقت ما شما زیاد ضایع نشه ما امسال ما در پالوی از این کپای دیگه که شما میبینید ما یک حق داریم با حساب کپ اخلاق که بهترین تیمی که در جریان تورنمنت کارت کم گرفته از خود یعنی کپ اخلاق ما وقتی که میگیم خدا مانع دیگه نمیده که دیگه تیما بد اخلاق بدن اونا یک کمک مقررات و نظم بیشتر از دیگه تیما سر خود تطبیق کردن بنابراین کلگی تیما با اخلاق بودن ولی تیم فوق‌العاده تیم ممتاز که امسال تانسته در جریان تورنمنت کمترین کارتا را داشته باشه و جار جنجالشان کم بوده باشه ما بعد از او یک کپ داریم مثال و او تیم میوه جام اخلاق افتخارش دارم که من خودم شخصا خودم نامزد ساختن که من خودم این کپ برای حسن جان تقدیم میکنم برایشان موفقیت میخوایم در عرصه اخلاقشان خدا کنه که بیشتر از این باشه در طول سالایی که ما در داخل لندن از مدت 8 سال به این مدت 9 سال از مدت تقریبا 8 سال یا 9 سال که تورنمنت ها با شهامت و با پشتکاری بزرگا بلا افتیده و این مسابقات جریان داشته ما کسی را داریم او نه تنها در داخل لندن بهترین فوتبال کرده و بهترین انسان بوده بهترین نمونه اخلاق بوده بهترین شخصیت بوده بلکه در افغانستان هم دستاوردهای داره در تیم ملی افغانستان فوتبال کرده افتخار کمایی را داره که لباس تیم ملی را پوشیده ما برای اون پلیر بهترین پلیر خود که بست پلیر ما برش میگیم ما کپ بست پلیر بست اچیومنت در طول این همه قدر زمانی که در داخل لندن بوده فوتبال کرده ما برای استاد نعیم کابل یونایتد باش میکنم پایش کپ بست پلیر
تیمی که در جریان تورنمنت بسیار پستی ها و بلندی ها را طی کرد، بسیار دشواری ها را و بسیار با شهامت اما قابلش گذاشت. بیشترین گل ها را زد، 14 گل که 4 گل آفساید و 12 گل تیم زد تا که خود در اینمی مرحله رساند که امروز آنلاین شد. شما تیم ساوتن باید افتخار کنید که حریفتان قوی بود. اگر افتخار برای خودتان است. شما یک تیم را بردین که تیم پیشتر شما را 12 گل زده بود. بنابراین برای شما کپ دومی را کپ دومی را